دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 13 می 2026 قرار داریم در ناحیه دنغره در نوک بوق نوکی که در پیش ما میبینید این سال سیوم سال هست. این 26 نه 25 24 بهار 24 من دادگی بودم این نوک رو آورده شوندن نوکی دیویجی ببینید چقدر زور در سیوم سال هی 3 متر شده است. من این میوهش است ببینید نشونم باشه ببینید تابش رو بینید یعنی نسرینش رو بینید چقدر است. همداران عزیز ما امسال هم نوک میبریم نوک ها میبریم میتونید از من درخواست کنید نوک های بهترین رو من ماه دکبر به شما میبرم از تمام دنیا میرم در جای درخت بهترین از جمع کردم میبرم مازی نوار رو میگیرم نشون میدم همین نوک ها رو از نزدیک به شما. این دیویجی است با آوردیم سانتا ماریا آوردیم انا دیویجی بسیار من در دنغره تو باور بود. سانتا ماریا کم برگوش سیاه شد و دو مرتبه زیادتر زدن در کار لیکن انا این نوک بهترین نوک شد ببینید میوه‌اش رو هر یکتاش اگه همین سال 1 کیلو بستگی است. 2 کیلو بستگی است. اینش بسیار دور ببینید 2 کیلو نوک بستگی است. خدا خواهد امسال اکنون میبینیم از اینجا نوک رو میچشیم قلمچش رو از اینجا میگیریم پیمان میکنیم. این ببینید چه بسیار دور ببینید در حسارم نشون داده گفتم چقدر بهترین بود. انا همداران عزیز ببینید این راحت کنید واقعا رو تماشا کرده راحت کنید در ناحیه دنغره نوکزور نوک دیویجی چند نمود نوک است اینجا. مرحمت یک قدم این طرف گذاریم من اینو شو گیریم. انا ببینید 3 ساله نوک ببینید هفته‌شا باور نمیکنن ولی میگن که 15 ساله نوک این 3 ساله نوک. همداران عزیز خیلی مراجعت کنید و شما ما نوک رو میبیاریم دسترس میکنیم نبینید و شما از ما خریداری میکنید. بر دقتتان رحمت. اگر معقول شده باشه لایک مونید میدونم که نمیمونید لایک رو چون که وزین است. خب در پناه خدا باشید.